کیستند تاجیکان؟ تاجیکان خلق آریایی نسل بوده از قدیم الایام ساکنان اصلی آسیای مرکزی می باشند. تاجیکان اهالی اساسی افغانستان زیاده از 10 تا 14 میلیون، تاجیکستان 9 میلیون، ازبکستان از 7 تا 11 میلیون، همگی تقریبا 35 میلیون. چطوری که میبینیم از همه زیاد تاجیکان در افغانستان زندگی میکنند. تاریخ پیدایش تاجیکان از روی نقطه نظری عالمان غرب، مردم تاجیک یگانه ملت است که نسل اصلی خلق‌های باستانی ایرانی شرقی بوده. سغدیان، خوارزمیان، باختریان و دیگر قبیله‌های شرقی ایرانی که وجود خود را از هزاره یکم پیش از میلاد در تاریخ آسیای میانه پی نمودند در بر می‌گیرند. زبان باستانی تاجیکان یک چند شیوه داشته، اساسیش سغدی، خوارزمی و باختری می باشد که به همدیگر خویشی دارند و به گروه زبان‌های ایرانی شرقی داخل می شوند. در وقت پایدار گردیدن دین اسلام و پهن شدن زبان فارسی که با مجاهدان فارس آمده بود، این شیوه ها از بین می روند و زبان تاجیکی حاضره و مثل زبان مردم فارس به گروه زبان‌های غربی ایرانی داخل می شود. با حال زبان یغنابی وجود دارد که یکی از شیوه های سغدی به شمار می رود و بسیار کلمه های سغدی در وادی زرافشان وقتی سخنرانی استفاده برده می شود. اینچنین زبان های باستانی سکایی ها در مردم بدخشان احتیاط شده است که زبان های شغنانی، روشانی، اشکاشمی را در بر می گیرد.